ارسال و دریافت تتر. برای پیدا کردن تتر عبارت USDT رو در قسمت سرچ وارد کنید. در اینجا تترهای مختلف بر بستر شبکه‌های مختلفی مثل BEP2، BEP20، ERC20 و TRC20 رو مشاهده می‌کنید. همونطور که اطلاع دارید به دلیل کارمزد پایین شبکه ترون، اکثر تترهای موجود در بازار ایران بر بستر بلاکچین ترون فعال هستند. پس تتر TRC20 رو انتخاب می‌کنیم و اون رو فعال می‌کنیم. حالا تتر TRC20 برای ارسال و دریافت به کیف پول تراست والت اضافه شد. به صفحه اصلی کیف پول تراست والت میریم و تتر رو انتخاب میکنیم. جهت دریافت تتر گزینه رسیو رو بزنید. در این بخش آدرس کیف پول تتر خودتون رو مشاهده میکنید و میتونید این آدرس رو کپی کنید و یا QR کدی که برای شما نمایش داده میشه رو جهت اسکن برای صرافی یا شخص مورد نظر خودتون ارسال کنید تا تتر برای شما به این آدرس انتقال داده بشه. جهت ارسال تتر هم به همین صورت. تتر رو از صفحه اصلی انتخاب کنید و گزینه سند رو بزنید و در قسمت بالا شما باید آدرس کیف پولی که قصد دارید تتر رو به اون انتقال بدید رو وارد کنید و از این گزینه میتونید برای اسکن QR کد استفاده کنید و در قسمت پایین هم مقدار تتری که قصد دارید انتقال بدید رو وارد کنید و در نهایت گزینه کنتینیو رو بزنید.